خیلی فکر میکنن بزرگ بودن و خوش هیکل بودن خیلی خوبه، ولی خب این بزرگ بودن و خوش هیکل بودن دردسرای خودش هم داره. اگه میخوای بدونی که این دردسر چیه، تا آخر ویدیو با من باش. وقتی که هیکل بزرگ داشته باشی، قد خیلی بزرگ داشته باشی، همچنین وقتی بدنسازی رفته باشی و مایچه‌های خیلی زیادی داشته باشی، مشکلات روزمره بسیار زیادی اهم از جا نشدن، خوردن سر توی خیلی جاها برات به وجود میاد. وقتی قد 2 متر و 30 سانت و هیکل بسیار بزرگ داشته باشی، تمام روز باید سعی کنی که خودت توی مکان‌های مختلف جا کنی و کلت به آویزها، میله‌ها و حتی میله‌های گاراژها و حتی دوربین‌های مداربسته و خیلی جاهای دیگه برخورد کنی. توی مترو همیشه دنبال یک جا برای نشستن هستیم و وقتی یک آدم بلند میشه سریعا میخوام جای اون بشینیم. ولی این آدما توی مترو که هستن همیشه باید به جای اینکه به فکر یه جا باشن، به فکر 2 جا باشن، یا اصلا جایی بشینن که کسی نشسته. در اکثر مواقع مردم خجالتی هستن و مجبورن حرفی نزنن و بعضی وقتا هم مثل این خانم موضع میگیرن. غول‌ها در مرکز خرید. توی زندگی روزمره ما به غذاهای مختلفی نیاز داریم و خیلی وقتا فکر میکنیم که این آدمای بزرگ فقط گوشت میخورن و پروتئین میخورن، ولی اونا هم مثل ما غذاهای مختلفی میخورن. وقتی توی مرکز خرید یه آدم به این بزرگی میبینی، عموما همه مردم به اون نگاه میکنن و خب این خجالت آوره. حتی دخترها کنار دوست پسرشون هم نمیتونن از نگاه کردن خودشون رو منع کنن و نگاه میکنن. ماشین سواری غول‌ها. وقتی این کوچولوها میخوان سوار ماشین بشن، انقدر بزرگن که نمیتونن جا بشن. لامبو ماشینیه که همه با پا ازش خارج میشن، ولی این آقا مجبوره که با سر خارج بشه. حتی وقتی ماشینایی که سقف ندارن هم سوار میشن، پاهاشون به فرمون گیر میکنه. بزرگترین مشکل غول‌ها. این غول‌ها بدترین مشکلشون اینه که نمیتونن روی صندلی بشینن و وقتی میشینن یا گیر میکنن یا صندلی رو میشکنن و خب اکثر وسایل برای اونها مثل یک اسباب بازی میمونن. اگر میخواید بفهمید که خونه‌های عادی برای این آدما ساخته نشده، فقط کافی که این آدما رو توی خونه تماشا کنید. وقتی که دارن توی خونه راه میرن، اکثر مواقع سرشون به درها، دیوارها و بازوهاشون اکثر مواقع به درها گیر میکنه، یا اینکه بیشتر چیزا براشون کوچیکه، مثل دوش حموم، آینه ها که براشون خیلی پایینه و چیزای دیگه. مشکل بعدی لباس. همه چیز تنگه یا کوچیکه، یا یه جاش بزرگه و یه جاش خیلی کوچیک و تنگه و خیلی راحت پاره میشه. لباسا توی تن این آدما مثل لباسای بچه کوچولوها تن یه آدم بزرگ میمونه و هر چقدر لباسای سایز بزرگ هم میپوشن، آخرش این لباسا توی این هیکل‌های بزرگ پاره میشه. تفریح‌های مختلف. خیلی از ما آدما وقتی که توی شهر بازی یا جاهای مختلف میریم، به فکر اینیم که بخوایم یه تفریح انجام بدیم یا یه چیزی برای خودمون درست کنیم که یه هیجانی به خودمون داده باشه. ولی این آدما وقتی میخوان سراغ لوازم سرگرمی تفریحی برن، همیشه به مشکل برمیخورن. مثلا مثل این آدمایی که میخوان توی ترن هوایی بشینن و واقعا نمیتونن جا بشن و اون قسمت نگهدارندش وصل نمیشه. حتی با فشار دادن 4 نفر آدم هم پایین نمیره. ولی خب تو بعضی چیزها هم کارشون خیلی عالیه، مثل
ورزش‌های هوازی. موقعی که هیکلت خیلی بزرگ باشه، اگه روی زمین بخوری یا به جایی برخورد بکنی خیلی دردآوره، چون که وزن زیادی داری، مخصوصا اگه از یه جای بلند پرت بشی پایین که دیگه کار تمومه. و این ورزشکارا وقتی که میخوان ورزش‌های پرتحرک انجام بدن یا به قول خودمون زبل بازی در بیارن نمیتونن، چون هیکل خیلی گنده‌ای دارن و اکثر مواقع روی زمین میافتن. یکی از تفریحات دیگه این گوگلی‌ها اینه که بخوان اسب سواری کنن یا حتی ورزش‌های دیگه‌ای بکنن. این غول‌ها وزنهایی میزنن که به اندازه یه اسب. این اسب‌ها هم میتونن وزن این آقایون رو تحمل کنن، ولی تا یه حدودی. غذای غول‌ها. موقعی که این افراد هیکلشون به اندازه 4 نفره، باید به اندازه 4 نفر هم غذا بخورن و خب غذای یه آدم عادی براشون خیلی کمه و مثل دسر میمونه. وقتی که غذاشو میارن براش حکم دسر رو داره و اصلا براش حکم غذا رو نداره، باید غذای به اندازه 4 نفر بیارن یا یه همبرگر به اندازه کله یه آدم بیارن تا بتونه اونو سیر کنه. نقطه ضعف غول‌ها. اگه دوست داری این ورزشکارا رو اذیت کنی، فقط کافیه یه چسب بچسبونی روی کمرشون. تنها نقطه ضعفی که این افراد بزرگ دارن اینه که نمیتونن دستشون رو به کمرشون برسونن و اگر چسبی روی کمرشون باشه، چیزی روی کمرشون باشه یا اکثر وقتا که کمرمون میخارونیمش، اونا نمیتونن این کارو بکنن چون عضله‌های خیلی زیادی دارن، دستشون به کمرشون نمیرسه. خاصیت بزرگ بودن. خاصیت بزرگ بودن هیکل، بزرگ بودن مردا اینه که میتونن جذب خانم کنن و خب در نگاه خیلی از خانوما این آقایون جذاب و مثل این خانم جذب اون آقا میشن. از نگاهش معلومه که داره به چیزای بد فکر میکنه، مخصوصا اونجا که دیگه لباشو گاز گرفت کار تمومه. بدترین چیز اینه که کنار زنش هم داره این کارو میکنه. حالا اینجا هم داره میگه که قلبم داره تون میزنه، دیگه واقعا اوضاع داغون شد. یکی از خواص این گنده بودن این آدما اینه که هر جایی به هر مشکلی بر بخورن میتونن خیلی راحت با زور اونو حلش کنن، مثل این آقا. غول‌ها در باشگاه. وقتی که توی باشگاه هستیم وزنه‌های مختلفی وجود داره و ما میتونیم وزنه‌های مختلفی بزنیم. این غول‌ها وقتی که توی باشگاه هستن وزنهای بسیار سنگینی میزنن. وقتی که دارن وزن میزنن تمام باشگاه متوقف میشه و فقط در حال تماشا کردن این افراد هستن. خصوصا اینجا که این ورزشکار داره بی پی خیلی خیلی سنگینی میزنه، دیگه کل باشگاه متوقف شده و فقط دارن تماشا میکنن. بزرگ ولی بزرگتر. دیدین میگن هر سنگی یه سنگ شکم داره. این غولا تازه مدل‌های مختلفی دارن. بعضی مواقع یه غول از یه غول کوچیک‌تره ولی در واقع جفتشون غولن و همیشه هر چقدر بزرگ و قوی باشی یه بزرگتر از تو هم وجود داره، مثل این آقا. خب خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین. اگه میخواین در مورد چیزهای جالب دنیا و تاپ 10 های مختلف و موضوعاتی از این قبیل اطلاع داشته باشین، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.